سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باز یک حامی حقوق انسان از ایران سزاوار جایزه صلح نوبل شد. لطکوب یک خواننده از جانب معلم در یک مکتب نویه رودکی. یک همشیره طبی از خوالینگ هنگام پخت‌وپز نشه به دست افتاده است. پهلوان تاجیک ابوبکر شیروف سزاوار نشان برنجی قهرمان جهان شد. هنرمند شناخته تاجیک سیدقل بلالوف به سن مبارک 70 رسید. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته جزای صلح نوبل روز 6 اکتبر سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ به شعار زن زندگی آزادی جایزه صلح نوبل را در سال 2023 به نرگس محمدی، یک حامی حقوق انسان که این حال در ایران در زندان قرار دارد داد. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که جایزه صلح نوبل را سزاوار گردید. سال 2023 شیرین عبادی برنده این جایزه گشته بود. نرگس محمدی در حال حاضر در محبس ایوین در ایران زندانی است، اما در برابر اون که این زن ایرانی در محبس قرار دارد، دست از تلاش برای حقوق انسان‌ها به خصوص زنان ایرانی و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نبرداشته است. او بارها با انتشار نامه‌ها از زندان به وضعیت زنان زندانی به خصوص محبوسان سیاسی، شکنجه، وضعیت نامناسب زندان‌ها، آزار و اذیت آنها اعتراض کرده است. از این لحاظ کمیته صلح نوبل خانم محمدی را با دلیل مبارزه‌اش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای دفاع از حقوق انسان و آزادی‌های آن شایسته دریافت این جایزه دانسته است. کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل میگوید که با این اقدام آنها پیمان با حکومت جمهوری اسلامی ایران دادند که به صدای مردمش گوش دهند. کمیته نوبل نروژ گفت با ادای جایزه امساله نوبل به یک حامی حقوق از ایران از تلاش‌های صدها هزار مردم ایران قدردانی می‌کنند که مخالفت خود را بر سیاست رژیم تبعیض‌آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب می‌کند به نمایش گذاشتند. اعتراض‌های ضد حکومت ایران ماه سپتامبر سال 2022 در پی هلاکت دختر 22 ساله مهسا امینی بعد بازداشتش با اتهام بدحجابی آغاز یافت. نرگس محمدی طی سال‌های گذشته بارها از طرف مقامات جمهوری اسلامی با اتهام مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش بازداشت، محاکمه و زندانی شده بود. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه نشه‌جلوبان از جمله 3 عضو یک عائله از نویه خوالینگ خبر داد. در بین این 3 عضو یک عائله یک زن نیز است که در بیمارخانه نویه خوالینگ همچون همشیره طبی کار میکرد و در شبکه نشه‌جلوبان وضعیت پختن و برای فروش تیار کردن مواد مخدر را بر دوش داشته است. از وی 8 بسته افیون عبارت از قریب 8 کیلو یافت و مصادره کرده شده است. معلوم گردید که این زن را به این عمل جنایی جلب کرده است و مواد مخدری را که او آماده میکرد دادر شفرش به فروش میزده است. اعضای این گروه نشه‌جلوبان روز 10 سپتامبر در جریان یک عملیات از جانب کارمندان ریاست امنیت ملی در ولایت ختلان دستگیر کرده شدند. بنا به گزارشی که مرکز رابطه با جامعه کمیته امنیت ملی توسط تلویزیون جوانمان نشر کرد، هنگام گفتگو از خانه شهروند تویرو و گلستان حلیمونا سال 1973 ساکن شهرک خوالینگ همشیره طبی مرکز سلامتی نویه خوالینگ 8 بسته تقریبا 8 کیلو افیون مصادره کردند. در جریان تفتیش پیشکی معاین کرده شد که گلستان تویرو و مواد مخدر را از شفرش نوروف سوراب سال 1970 ساکن خوالینگ دسترس کرده در شرایط خانه‌شان آن را برای جوشانیدن کارکرد میکرد. سپس مواد نشه‌دار را توسط برادر همسرش نوروف نورالی سال 1979 در حدود نویه میفروخته است. گفته می شود در گزارش امنیت ملی تفتیشات معاین کرده است که سوراب نوروف این 8 کیلو افیون را با نرخ 12,000 سومانی برای هر کیلویش از سنت الله سراجوف سال 1969 ساکن دهه یول جماعت به نام محیدین محمود فنویه شمس‌الدین شاهین خریده است. سراجوف با قاچاقبران افغانی در باز رابطه داشته از آنها نوع‌های گوناگون مواد مخدر را دریافت می‌کرده است. این 8 کیلو افیون را برای سراجوف از یک پنهانگاه در مرز دشت جنوب با افغانستان یک خویشاوند دیگر او حمیدالله شریپوف گرفته به دوشنبه آورده است.
سروجوف برای این به شریپوف 8000 سومانی حق خدمت داده است. سپس سوراب نوروف این اشکال افیون را گرفته به خوالینگ برده است و به همسرش داده است که از نو بپزد. گلستان تویروف در گزارش نشر شده گفت که طرز پختن افیون را به او شوهرش یاد داد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. در شبکه‌های اجتماعی روز 5 اکتبر سال 2023 ویدیوی کوتاه نشر شد که در آن با نشر عکس‌های زیاد اسارت لاتوکوب ادعا کرده می شود که یک معلم در نویه رودکی یک خواننده را به چنین شیوه بهرامانه زده است. بنا به ادعای مؤلف ثبت، این بدرفتاری را معلم مکتب میانه رقم 50 دیه شیخان سیدوف ابراهیم قطب‌دینویچ نسبت به جاوید عثمانعلیف خواننده صنفی که رهبرش بود رفع دیده است. در صحنه 27 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:20 در مؤسسه رقم 50 نویه رودکی من را رهبر صنفمان سیدوف ابراهیم قطب‌دینویچ دشنام داده لاتوکوب کرد و باسیم یکچند مرتبه به پایهایم زد و در تخت پشتم باسیم زده ستم داد. نوشته شده است در ثبت از نام جاوید عثمانعلیف. مؤلف همچون دلیل بهرامانه لاتوکوب شدن خواننده عکس‌های بدن خواننده را هم آورده است که در آن در نویه تخت پشت و پشت پایهایش آثار لاتوکوب دیده می شود. درباره اینکه به کدام دلیل رهبر صنف شاگردش را به چنین شیوه جزا داده است در ثبت چیزی گفته نمی شود. تا این لحظه مسئولان وزارت معارف علم تاجیکستان، اداره معارف نویه رودکی و رهبریت مکتب رقم 50 دیه شیخان به ویدیوی نشر شده واکنش نکردند و آن را شرح ندادند. معلم ابراهیم سیدوف که به لاتوکوب شاگردش عیبدار می شود نیز تا کنون این ادعا را شرح نداده است. در گذشته چندین بار شکایت‌ها درباره بدرفتاری آموزگاران نسبت به شاگردان در مکتب‌های میانه در تاجیکستان از جمله با ویدیوها نشر شده بود. وزارت معارف معمولا به چنین شکایت‌ها سر وقت واکنش می‌کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پهلوان جوان و امیدبخش تاجیک ابوبکر شیروف روز 5 اکتبر سال 2023 در روز دوم مسابقه های قهرمانی جهان اوید به گشتین دیزودو میان جوانان در شهر ادیویلش پرتغالیا در وزن تا 73 کیلوگرم صاحب نشانه برنجی شد. این اولین مدال ابوبکر شیروف در مسابقه های قهرمانی جهان میان جوانان است. بنا به اطلاع ورزش تیوی، ابوبکر شیروف در مسیر رسیدن به نشانه برنجی قهرمانی جهان از صدر را در دوره اول پهلوانان امریکایی روسلان کاروتیچ، در دوره دوم گابریل فالکاو از برزیلیا، در دوره سوم گرگلی ادورجانی از مجارستان مغلوب کرده، در دوره چهاریکنیوی از علمت عدالت از قزاقستان مغلوب شد و به دوره تسلابخش رفت. در دوره تسلابخش ابوبکر بر الیوت بروه از فرانسه ظفر یافته در مبارزه برای نشانه برنجی کیتو کیهارا از ژاپن را شکست داد و نشان برنجی مسابقه را صاحب شد. در این روز مسابقات گشتینگیر دیگر تاجیک محیدین اسداللهیف که نیز در وزن تا 73 کیلوگرم هنرنمایی میکرد به دوره 8 یکنیه‌ای رسید. در دوره سوم اشچک یونیزوکا از امریکا ناکام شد. یادآور میشویم که در روز یکم مسابقه ها پهلوانان جوان تاجیک فضلالدین صدرالدین زاده در وزن تا 66 کیلوگرم برآمد کرده در دور اول با 2 امتیاز وزاری از اختنور جودگرواری مغول شکست خورد. مسابقه های قهرمانی جهان اوید به گشتین دیزودو میان جوانان در شهر ادیوالش پرتغالیا روز 4 اکتبر آغاز یافت و تا 7 اکتبر دوام میکند. به اطلاع فدراسیون دیزودوی تاجیکستان را در پرتغالیا 9 پهلوان جوان نمایندگی میکنند. یکی از خوشنامترین هنرمندان معاصر تاجیک، آوازخوان و آهنگساز شناخته سیدقل بلالوف روز 5 اکتبر سال 2023 به سن مبارک 70 رسید. سیدقل بلالوف که ماه مارس سال 2020 برابر با هنرمند دیگری شناخته تاجیک دولتمند خولوف به نفقه فرستاده شد. گفته است به مناسبت جشن 70 سالگیش برگزاری یگان برنامه و کنسرت ویژه را در نقشه ندارد، چون که بعد بازنشسته شدن دیگر امکان دسترسی به انسامبل ها را ندارد.
وزارت فرهنگ کمیته رادیو و تلویزیون که سیدقل بلولوف قریب 40 سال در همین اداره کار کرد و دیگر نهادهای فرهنگی تاجیکستان نیز درباره برگزاری چهاره‌بینی‌های خاص به مناسبت 70 سالگی این ارباب برجسته موسیقی معاصر ملی خبر ندادند. ارباب هنر تاجیکستان، هنرپیشه خلقی تاجیکستان و برنده جایزه رودکی سیدقل بلولوف 5 اکتبر سال 1953 در نوحه دنقره تولد شده است. سیدقل بلولوف آوازخوانی را در سن 12 آغاز کرد و امروز از موفق ترین آهنگسازان و خوانندگان معاصر تاجیک اعتراف کرده می شود. سیدقل بلولوف از سال 1982 تا 2020 در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به حیث سراینده، رهبر بدیعی انسامبل دریا و رهبر اداره جلب دسته‌های هنری کار کرده. سال 2005 وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان و معاون رئیس کمیته علم، معارف و فرهنگ و کار با جوانان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان بود. سیدقل بلولوف به حساب خودش مؤلف بیش از 450 سرود و ترانه، بدیهه، سویته سازی و آوازی است که در خزینه رادیو محفوظند. او بیشتر با اجرای ترانه هایی که بر پایه اشعار بازار صابر ایجاد کرده است نام برآورده است. قلب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، ادبیاتشناس ورزیده، نامزد علم‌های فیلولوژی، دوچنت کافدرای نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی مرتضی زین‌الدین زاده نیمه دوم روز 5 اکتبر سال 2023 در سن 64 از تپیدن باز ماند. مراسم نماز جنازه مرتضی زین‌الدین زاده روز 6 اکتبر ساعت 13 پیش از نماز جمعه در زادگاهش دهه واروخ اسفره برگزار می شود. ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان و صدارت رشته فیلولوژی و اتفاق کسبه این دانشگاه در نامه تسلیت خود مرتضی زین‌الدین زاده را یکی از استادان و عالمان برجسته دانشگاه ملی نام برده به پیوندان و عزیزان مرحوم صبر جمیل خواستند. درباره علت مرگ ادبیاتشناس شناخته در نامه تسلیت دانشگاه چیزی گفته نشده است، ولی به گفته همکارانش او چند روز آخر از بیماری رنج میکشید و مگی چند روز پیش از مرگش از رکتور دانشگاه قابلجان خوشوقت زاده هم خواهش کرده بود که لیفت بنای رشته فیلولوژی را ترمیم کنند. برآمدن تا قبط 5 بنا مشکلی میکشند. این آخرین خواهش مرتضی زین‌الدین زاده بود. مرتضی زین‌الدین زاده سال 2009 سزاوار مکافات دولتی اردن دوستی گردیده است. مرتضی زین‌الدین زاده همچنین سال 1998 اعلاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان، سال 2009 صاحب نشان اعلاچی معارف خلق تاجیکستان و سال 2010 اعلاچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان شده است. از مرحوم چندین کتاب از جمله مشعل افروز، راهنمای نکویی‌ها، فانوس یادها، ادبیات جهان، تاریخ ادبیات خارجی، یادی از بزرگان، پیوند خلق‌ها و تمدن‌ها به یادگار ماند. مرتضی زین‌الدین زاده همچنین مؤلف برنامه تعلیمی ادبیات اتحاد، برنامه تعلیمی ادبیات خارجی و در عموم مؤلف زیاده از 300 مقاله و اثر علمی عمومی، تعلیمی متدی و کتاب و دستورها بود. مرتضی زین‌الدین زاده عضو اتحاد ترجمانها و ناشران اتحاد دولت‌های مستقل و بالتیا، عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. در شبکه‌های اجتماعی نوارای پنگ گردیدند که راننده автомاشین اوپل استرا پرچپ تراکتور را به عقب نقلیات خود وصل کرده واسطه نقلیات را می‌راند. این حالت باعث بحث استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی گردیده از مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی درخواست کرده شده است که نسبت به راننده در نوار انعکاس گردیده چاراندیشی کرده شود. در حال از جانب رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی این حالت پیگیری کرده شده، راننده مذکور معین و به شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در نوحه واسه دسترس کرده شد. معین گردید که این راننده پهلوانوف امیرجان استقامت کننده جماعت دیوت رجب و نوحه واسه بوده. 3 اکتبر سال روان میخواست از زمین‌های خوجگیش به واسطه نقلیات سبکرو و یدکه تراکتور پخته‌های خوجگیش را به کارخانه پخته تازه‌کنی انتقال دهد و این حالت به نوار گرفته شده در شبکه‌های اجتماعی روی یافته است. اوی به این حالت نسبت راننده طبق طلبات ماده 322 کد حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی پروتکل ترتیب داده شده. همزمان راننده مذکور آگاهانیده شد که من بعد به چنین قاعده شکنی راه ندهد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.